امروز می‌خوایم بریم سراغ مولتیمتر اوتورنج و کار کردن باش رو یاد بگیریم. اما فرق اصلی که این ویدیو با ویدیوهای دیگه داره اینه که تک تک پارامترها رو به صورت کامل با هم بررسی می‌کنیم و این ویدیو قسمت دوم از آموزش 3 بخشی کار کردن با مولتیمتره. توی قسمت قبلی رفتیم سراغ مولتیمتر ساده و توی قسمت بعدی هم بریم سراغ مولتیمتر کلمپی. پس مطمئن شید که اون دوتا ویدیو رو هم یه نگاهی بندازید. اگر هم به ویدیوهای فنی مهندسی علاقه‌مند هستید کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک. بدون هیچ معطلی دیگه‌ای بریم شروع کنیم. فرق اساسی که مولتیمتر اوتورنج با مولتیمتر معمولی داره اینه که چند تا کمیت بیشتر رو شما در واقع میتونید اندازه‌گیری کنید، یعنی دستتون بازتره برای اندازه‌گیری کمیت‌های مختلف و در کنارش دیگه اون رنج عددی که در مولتیمتر ساده داشتیم اون نداریم، یعنی خیلی کارتون راحت‌تره. فقط کافیه که روی کمیت مورد نظرتون در واقع ست کنید و اندازه‌گیری رو آغاز کنید. البته به همین سادگی نیست و بعضی از کمیت‌ها یه سری شرط و شروط رو دارن که اگه این شرط و شروط رو رعایت نکنید، مخصوصا بحث جریان، مولتیمترتون از بین میره و ممکنه باعث حادثه‌های بدی بشه. در ادامه تک تک پارامترهای مولتیمتر رو با هم بررسی می‌کنیم و طرز کارشون رو یاد می‌گیریم. مولتیمتر اوتورنج هم در واقع از چندین بخش مختلف تشکیل شده که توی تقریبا تمام برندها به همین شکله. اولین بخش ترمینال های ورودی هستش که اینجا در واقع شما وظیفه کاری خودتون رو مشخص می‌کنید، یا واقعا بزنین راحت‌تر بگم، اگه اندازه‌گیریتون مربوط به جریانه باید روی این دوتا قرار بدید و اگه اندازه‌گیریتون مربوط به قابلیت‌های دیگه مولتیمتر هستن، یعنی تمام قابلیت‌های مولتیمتر بجز جریان، کافیه که از این ترمینال استفاده کنید. و اما بحث ترمینال مشکی که با رنگ مشکی هم در واقع سیمش در واقع میاد، نشون دهنده اینه که مشترکه بین تمامی همه ترمینال‌ها. اگه شما این خطوط این قسمت رو هم دنبال کنید متوجه میشید که مشترک هستش. اصلا کلمه کام هم توی قطعات الکتریکی دیگه هم به همین شکله، به معنای در واقع از کلمه کامن میاد که به معنای مشترکه. پس همیشه شما در واقع سیم مشکی یا پراو مشکی رو به ترمینال کام متصل کنید. بخش بعدی هم سلکتوره که اینجا از ولتاژهای مختلف، مقاومت، دیود و بازر، ظرفیت خازن، فرکانس، NCV، HFE یا ضریب تقویت ترانزیستور، دما و انواع مختلفی از جریان رو شامل میشه که شما میتونید با تغییر وضعیت همین سلکتوری که اینجا میبینید بین وظیفه‌های مختلف در واقع تغییر وضعیت ایجاد کنید. و اما بخش بعدی دکمه‌هایی هستن که حالا مربوط به یه سری کارا توی این مولتیمترن. مثلا بر فرض مثال توی مولتیمتر ویکتور VC97 که این مولتیمتر مشهوری هم هست نسبتاً، اگه شما دکمه رو در حالتی که مولتیمتر روشن باشه نگه دارید باعث میشه که چراغ پشت مولتیمتر روشن بشه. اما توی مولتیمترهای دیگه ممکنه این دکمه‌هایی که این بالا هستن وظایف مختلفی رو داشته باشن که برای بهتر دونستن وظایف این دکمه‌هایی که این بالا هست بهتره به منوال مولتیمترتون مراجعه کنید. و اما میرسیم به صفحه نمایش مولتیمتر که شما در واقع مقدار اندازه‌گیریتون رو اینجا می‌بینید. در کنارش یه سری اطلاعات دیگه هم به شما میده که در ادامه ویدیو به بررسی تک تک این قسمت‌ها میپردازیم. اگر شما این علامت رو جایی دیدید، حالا چه توی ولتاژ چه توی جریان، مربوط به DC یا دایرکت کارنت یا جریان مستقیم. و اگه شما علامت آ باکلا رو دیدید، مربوط به AC یا آلترناتینگ کارنت که میشه همون برق شهری. اگه از سمت چپ شروع کنیم میبینیم که اولین کمیتی که بهش برخورد میکنیم ولتاژ هستش که ولتاژ رو به صورت DC، AC و به صورت میلی ولت برای شما در واقع نمایش داده. یه سوالی شاید براتون پیش بیاد که چرا میلی ولت رو اینجا قرار داده. میلی ولت برای اندازه‌گیری ولتاژهای بسیار کوچیکه و دقت نسبتاً بالاتری رو داره. کلا برای اندازه‌گیری ولتاژ توی یه سری مدارهای الکترونیکی ما بیشتر از این آپشن استفاده میکنیم که اگه ما سلکتور روش قرار بدیم متوجه میشید که حالت AC رو با علامت زرد رنگ به شما نمایش داده و به صورت پیش‌فرض روی DC تنظیمه. اگه شما صفحه نمایش رو همین الان دقت کنید روش و یه نگاهی بهش بندازید متوجه میشید که کلمه DC رو اینجا نوشته که در واقع داره نشون میده که این روی حالت DCه. اگر شما این دکمه رو یک بار فشار بدید میبینید که تغییر وضعیت از DC به AC پیدا میکنه. همونطور که دیدید وارد حالت AC میشه. پس این آپشن میلی ولت هم AC و هم DC رو داخل خودش به تنهایی داره. حالا بریم سراغ پارامترهای دیگه صفحه نمایش. اگر از سمت چپ شروع کنیم یک TRMS میبینید شما اینجا که در واقع نشون دهنده قابلیت True RMS که در این قسمت مولتیمتر هم بهش اشاره شده که نشون میده که اندازه‌گیری دقیق‌تری در بحث AC داره که در واقع نشون میده مولتیمتر خوبیه. راستی اگر هم شما یه موقع قصد خرید مولتیمتر دارید سعی کنید که مولتیمتری رو تهیه کنید که قابلیت True RMS رو داشته باشه. حالت AC و DC هم که با هم دیگه دیدیم و یه قسمت داریم به اسم APO در واقع مخفف کلمه اتو پاور آف هستش که اگه شما این مولتیمتر اگه من بخوام صد دقیق بگم 15 دقیقه اگه باش کار نکنید اتو پاور آف فعال میشه و مولتیمتر رو خاموش میکنه تا در مصرف باتریش صرفه‌جویی بشه. اگر خواستید آپشن اتو پاور آف خاموش بشه کافی که مولتیمتر رو خاموش کنید و دکمه سلکت رو نگه دارید و بعد سلکتور رو روی میلی ولت قرار بدید و دکمه رو نگه دارید.
بعد از چند تا بوق کوتاه دیگه میبینید که آپشن APO دیگه روی صفحه نمایش نیست و این نشون میده که مولتیمت تا جایی که باتری داشته باشه روشن میمونه. در مرحله بعدی میریم سراغ ولتاژ AC. اگر شما بخواید ولتاژ در واقع برق شهری رو اندازه‌گیری کنید، حالا با توجه به قطعی‌هایی که توی این روزهای اخیر هم وجود داره، کافی که برید روی ولتاژ AC و دو تا پراپ مولتیمت رو با رعایت احتیاط به پریز برق بزنید و همونجور که اینجا توی تصویر میبینید متوجه میشید که اندازه‌گیری شما انجام میشه. و بریم سراغ حالت بعدی. حالت بعدی حالت DC هستش که برای اندازه‌گیری برق باتری استفاده میشه. مثلا بر فرض مثال یه خودرویی دارید که کمی دیر استارت میخوره، میخواید وضعیت باتریش رو چک کنید، کافی که روی این حالت قرار بدید و پراپ ها رو در واقع به باتری بزنید. اما دارای دو سه تا نکته ریزم هست که الان با مثال بهتون توضیح میدم. برای جا افتادن بهتر من یه باتری آوردم اینجا که می‌خوایم ولتاژش رو با هم اندازه‌گیری کنیم و یه نکته جالب رو بهتون بگم. اگه من پراپ ها رو با رعایت پولاریته در واقع در مدار قرار بدم، حالا رعایت پولاریته یعنی چی؟ یعنی این قسمت قطب مثبت هستش همونطور که می‌بینید و این قسمت هم قطب منفی دیگه، درسته؟ حالا اگه من با رعایت در واقع پولاریته این کار انجام بدم، مقدار اندازه‌گیری شده رو به من نمایش میده. همونطور که می‌بینید حدوداً 4 ولته. ولی اگر من وضعیت پراپ ها رو تغییر بدم و در حالت پولاریته معکوس این اندازه‌گیری رو انجام بدم، می‌بینید که یک منفی پشت عدد ظاهر میشه. پس اگه شما یه موقعی منفی رو پشت عدد اندازه‌گیری خودتون دیدید، بدونید که پولاریته رو رعایت نکردید و صرفاً مقدار اندازه‌گیری شده دقیقه، فقط پولاریته در واقع رعایت نشده. و اما کمیت بعدی مقاومت هست. زمانی که شما مولتیمتر رو روی حالت مقاومت در واقع قرار میدید، می‌بینید که یک کلمه‌ای نوشته به نام اوپن لوپ. این OL که نوشته در واقع مخفف کلمه اوپن لوپه یا مدار باز. پس اگه مدارتون بازه این کلمه رو می‌نویسه. حالا برای اندازه‌گیری مقاومت کافیه که در واقع دو تا پایه مقاومت رو با مولتیمتر در واقع اتصال بدیم و مقدار مقاومت رو اینجا به ما میگه که مقاومت من یک مقاومت 1 کیلو هستش که همونطور که می‌بینید تقریبا مقدار درستی رو داره به من نمایش میده. اما یه سری حروف و اعداد این قسمت ظاهر میشه و اگر شما دقت کنید یک حرف مگا هستش و اگه شما روی این حالت قرارش بدید میبینید که به کیلو در واقع تغییر وضعیت پیدا میکنه. اگر در مورد مگا، کیلو، میلی، میکرو و این واحدها یه خورده ابهام وجود داره، کافیه که این ویدیویی که در مورد تبدیل واحد دیدم رو مشاهده کنید که این موضوع کامل براتون جا بیفته. بریم سراغ پارامتر بعدی، یعنی تست دیود و بازر. خب در حالت پیش‌فرض که رنگ سفید رنگ هم اینجا در واقع مشخص شده، حالت دیود هستش و همونجوری که اینجا می‌بینید حالت دیود به عنوان وظیفه مولتیمتر در حالت پیش‌فرض انتخاب شده. خب بریم سراغ دیود. دیودها کلا تو مدار به دو تا حالت میتونن قرار بگیرن. یکی بهش میگن فوروارد بایاس یا به اختصار FB و اون یکی هم بهش میگن ریورس بایاس یا RB. حالا این چیزایی که گفتم به انگلیسی بریم با فارسی ترجمهشون کنیم ببینیم داستانشون چیه. خب همونطور که میدونید دیودها مثل شیر یک طرفه عمل میکنن دیگه. از یه سمت عبور جریان رو در واقع اجازه میدن که عبور کنه و از اون سمت دیگه بلوکش میکنن و نمیذارن در واقع جریان حرکت کنه. حالا این حروفی که گفتم رو بریم ترجمه کنیم. اگر در حالتی باشن که جریان قابلیت عبور کردن رو داشته باشه بهش میگن فوروارد بایاس یا بایاس مستقیم و اگر در حالتی باشه که در واقع برعکسه و اجازه عبور جریان رو از خودش نمیده بهش میگن ریورس بایاس یا بایاس معکوس. خب اگه تو این حالت ما بیایم و مولتیمتر رو در واقع به دیود اتصال بدیم، همونطور که می‌بینید کلمه OL رو نوشته یا اوپن لوپ. چرا در واقع این اتفاق میفته؟ ببینید خود دیود اگر شما این علامت رو ببینید یک حالت بلوک این قسمت داره و فلش رو به این سمته، یعنی عبور جریان از این سمت به این سمته. قطب مثبت من دارای پتانسیل بیشتری هست. پس اگر من تو این حالت قرار بدم، یعنی در حالت ریورس بایاس قرارش بدم، میبینید که کلمه اوپن لوپ یا مدارباز رو می‌نویسه و صرفاً اجازه عبور رو نمیده. اما اگه من اینو برگردونم و اگه برعکسش کنم اینه که یه سری اعداد روی مولتیمتر ظاهر میشه و این نشون میده که در بایاس مستقیم یا فوروارد بایاس دیود ما قرار داره. استفاده دیگه‌اش هم برای روشن کردن LED هاست. خیلی راحت کافیه که با رعایت پولاریته LED مورد نظر خودتون رو روشن کنید. همونطور که میبینید خیلی راحت به همین شکل در واقع از این متد استفاده میکنیم. و حالا بریم سراغ وظیفه بعدی این قسمت، یعنی بازر. خب تست بازر برای تست پیوستگی مداره و اگه شما دکمه سلکت رو یک بار فشار بدید وارد حالت بازر میشیم. اگر اتصال برقرار باشه یعنی مدار بسته باشه صدای بوق رو میشنوید و اگر مدار باز باشه هیچ صدایی نمیشنوید که خیلی 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 کاربردیه، مخصوصا برای تست تابلو برق. حالا کار خودم هم هست بعضی موقع. این تست برای تست نقشه که در واقع پیاده کردیم واقعا خودشو نشون میده
که حالا در جهت همین اتفاق من یه بندی رو براش در واقع طراحی کردم. شما میتونید به مولتی متر خودتون طراحی کنید که آویزانش کنید به گردنتون که سیمش کوتاه نیاد. حالا بریم سراغ حالت بعدی. حالت بعدی مربوط به ظرفیت خازنه. برای تست ظرفیت خازن هم کافیه که خازنی که دارید رو در واقع متصل کنید به این پراپ ها. فقط یه سری نکته در مورد خازن ها هست. خازن هایی که به این شکل هستن صرفا پولاریته دارن و اگه شما دقت کنید یک حالت، بذارید من فوکوس کنم، یک حالت نوار سفید رنگی یک سمتش وجود داره که نشون میده که این سمتی که نوار سفید رنگی وجود داره در واقع قطب منفی همین خازنه و باید شما با رعایت پولاریته این خازن رو به مولتی متر وصل کنید. ولی بعضی از خازن ها هستن که پولاریته ندارن و همینطوری هر جور وصلش کنید هیچ مشکلی نیستش. برای اینکه تستمون راحت باشه من از 2 تا گیره تبدیل استفاده میکنم. گیره تبدیل صرفا کارش اینه که سر پراپ مولتی متر رو تبدیل میکنه به یک گیره سوسماری و این چون منفی هستش من وصلش میکنم به قطب منفی و اون سمتم وصل میکنیم به این یکی پایه و فقط شما ببینید دیگه. حدودا با 470 میکروفاراد باشه. بله همونطور که میبینید دقیقاً توی همون مایه است که اگر شما روی خود خازن هم نگاه کنید میبینید که نوشته 470 میکروفاراد. البته تست خازن به این حالت در واقع تعاملی میشه و روش‌های مختلفی داره برای مدارهای مختلف که پیشنهاد میدم این ویدیو که در مورد تست خازن هستش رو در پایان این ویدیو تماشا کنید که موضوع کامل جا بیفته. بحث بعدی بحث فرکانسه. فرکانس هم دقیقاً طرز اتصال مولتی متر عین ولتاژ کافیه که به پریز برق بزنید مولتی متر رو با رعایت ایمنی کامل و صرفا فرکانس برق خودتون رو به صورت در واقع هرتز در نظر بگیرید و اگر هم یه موقع خواستید درصد فرکانس پیدا کنید کافیه که این دکمه سلکت رو بزنید و وارد حالت درصد بشید. بریم سراغ حالت بعدی یا تست NCV. NCV مخفف کلمه نان کانتکت ولتاژ هستش یا تشخیص ولتاژ بدون تماس که شما خیلی راحت میتونید با استفاده از این قابلیت سیم فاز رو شناسایی کنید. البته خیلی روش حساب نکنید چون خطاش زیاده نسبتا، ولی خب برای کار راه انداختن اوکیه. پارامتر بعدی HFE یا همون ضریب تقویت ترانزیستور. اما نکته که هستش ما برای استفاده از این قابلیت باید از یک قطعه جانبی که با مولتی متر میاد استفاده کنیم. این قطعه که اینجا میبینید صرفا برای استفاده از این قابلیت تعبیه شده که خیلی راحت این 2 تا پراپ رو شما جدا میکنید و این قطعه رو اینجا قرارش میدید. حالا اگه شما به این قطعه دقت کنید متوجه میشید که 2 حالت PNP و NPN ترانزیستور برای شما مشخص کرده و در واقع پایه هاش هم براتون نوشته. کافیه که شما با تاله دیتا شیت ترانزیستور خودتون کافیه این رو اتصال بدید و به این شکل اتصالش بدید و در واقع اون ضریب تقویت ترانزیستور خودتون رو مشاهده کنید. برای دسترسی به دیتا شیت ترانزیستور هم کافیه حروفی که پشت ترانزیستور نوشته رو در گوگل سرچ کنید که در ویدیوی قبلی کامل پوشش دادیم. و اما میریم سراغ پارامتر جذاب دما. زمانی که شما دما رو انتخاب میکنید برای اندازه‌گیری دقیق توسط مولتی متر کافیه که از سنسوری که باهاش توی جعبه ارسال میشه استفاده کنید. این سنسور هم دیگه دقیقاً مشخصه دیگه، مشکی به مشکی، قرمز به قرمز رو در واقع اتصال میدید روی خود بدنه مولتی متر به این شکل و کافیه که نوک سنسور رو حالا در جایی که میخواید دماش اندازه گیری بشه قرار بدید. بر فرض مثال اینجا اگه با دست بگیرم می‌بینید که دما نسبتاً بالا میره. این هم از روش استفاده از حالت دما. اما حالت دما نکته‌ای که داره اول روی حالت سانتیگراده. اگه یه موقع شما به صورت فارنهایت خواستید کافیه که یک بار توپ سلک رو بزنید رو وارد حالت فارنهایت بشید. بخش بعدی مربوط به اندازه‌گیری جریانه. حالت اول حالت میکرو آمپر، حالت دوم حالت میلی آمپر و حالت سوم حالت آمپره. 2 حالت اول میکرو و میلی آمپر با توجه به اینکه مقدارهای کوچکی هستند باید شما از این ترمینال استفاده کنید که دقیقاً روی خودش هم نوشته میکرو و میلی رو باید از این ترمینال استفاده کنید. چرا؟ چون دقت بالاتر میره و صرفا فیوز هم ضعیف‌تر میشه دیگه. اینجا فیوزی که ما داریم تا ماکسیموم 400 میلی آمپر رو در واقع پشتیبانی میکنه که حالا آسیب به خود مولتی متر نرسه. پس برای جریان‌هایی که در واقع کم هستن و دقت کارتون میخواد بالا باشه باید از حالت میلی و میکرو استفاده کنید. حالا بین حالت میلی و میکرو کدومشون دقتش بیشتره اینو داخل کامنت ها برام بنویسید. اما یه موقع هست که جریان شما نسبتاً بزرگتره، پس برای اندازه‌گیری جریان‌های بزرگتر باید از ترمینال 10 آمپر استفاده کنید که حالا این ترمینال 10 آمپر با یک فیوزی که 10 آمپره و 10 ثانیه بیشتر دوام نمیاره. پس اگه 10 آمپر به مدت 10 ثانیه از این مولتی متر عبور کنه فیوزش از بین میره، یعنی 10 ثانیه بشه 12 ثانیه. پس اگه شما اندازه گیری کردید 10 آمپر هم شد ماکسیموم دیگه خیلی سریع کارتون رو انجام بدید. حالا خلاصه میکنم یه میلی آمپر داریم، یه میکرو، یه آمپر.
اگه شما جریانتون زیاده از ترمینال آمپر استفاده میکنید، اگه شما جریانتون کمه و دقت بالایی احتیاج دارید از این ترمینال استفاده میکنید. حالا بریم با مثال این موضوع رو جا بندازیم. و اما نکته که در مورد آمپر وجود داره، همونطور که دیدید در مورد ولتاژ، فرکانس و خیلی از پارامترهای دیگه ما در واقع مولتیمتر رو به صورت موازی در مدار قرار میدادیم، اما در خصوص جریان و اندازه‌گیری جریان ما باید مولتیمتر رو به صورت سری در مدار قرار بدیم. حالا خیلی راحت توی تصویر شما دارید فرق این دو حالت رو می‌بینید با هم دیگه. البته کامل تو ویدیوی قبلی که در مورد مولتیمتر ساده بود توضیح دادم در موردش. اگر شو سعی کنید یه سری هم به اون ویدیو بزنید که دیگه کامل از این موضوع دست پر خارج بشید. و خب اینجا ما باید به صورت سری در مدار قرار بدیم. دوباره همین پراپار من متصل می‌کنم و این فن کامپیوتر چون جریان نسبتاً کمی داره میایم از حالت میلی آمپر استفاده میکنیم. اما یه موقعی هست شما یه قطعی دارید نمیدونید جریان چقدر میکشه، فرض کنید یه المنته، اون موقع اول از 10 آمپر استفاده میکنید. اگه عددش کوچیک بود یا مفهوم نداشت میاد و از حالت میلی و میکرو آمپر استفاده میکنید. پس همیشه از بزرگ به سمت کوچیک میایم. دقیقاً عین مولتیمتر ساده. برای اتصال سری کافیه که یه سر مولتیمتر رو در واقع به یه سیم اتصال بدید و حالا دو تا سیم برای شما میمونه، یکی از سمت خود قطعه شما هستش و یکی هم از سمت مولتیمتر دیگه میشه این دوتا دیگه، درسته؟ حالا این دوتا رو وصل می‌کنید به پاور سپلای که دارید که مشاهده کنیم وضعیت به چه شکله. نکته که هستش اینجا سیم منفی رو ما اتصال دادیم دیگه، درسته؟ پس اینجا الان ترمینال ما منفی هستش. من اینو اینجا اتصال میدم و کافیه که اتصال میدیم. می‌بینید که مولتیمتر مقدار جریانی که این فن کامپیوتر میکشه رو برای شما نمایش داده. اما نکته که هستش اینه که اینجا یک منفی اومده پشتش و این منفی نشون میده که مولتیمتر رو ما برعکس زدیم. صرفاً خطایی در مقدار اندازه‌گیری نیست، صرفاً برعکس زدن مولتیمتر رو به ما اعلام میکنه. به عنوان پاداش برای کسایی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردن میخوایم بریم و تک تک دکمه‌ای که این بالا هستش رو هم بررسی کنیم. اولین دکمه هولد یا BL هستش. BL در واقع مخفف بکلایت و هولد هم به معنای نگه داشتن. اگه شما یه مقدار کمیتی رو اندازه‌گیری کردید و مثلا فرض کنید یک عدد خاصی رو بهتون نشون داد، مثلا همون مثل خازنی که 470 میکروفاراد بودش و میخواید یادداشتش کنید، ولی خب دستتون رو میخواید در رو دستگاه بردارید یا دستتون آزاد بشه یا هر چی، میخواید عددش اینجا اسکرین شات ازش گرفته بشه و انگار عددش رو ثابت نگه داره. کافی که دکمه هولد رو یک بار فشار بدید. هر عددی که اینجا نشون داده شده باشه در اون لحظه که شما دکمه رو فشار میدید رو برای شما نگه میداره تا به صورت خیلی راحت اندازه‌گیری خودتون رو انجام بدید. و اما BL برای روشن کردن بکلایت کافیه که دکمه رو نگه دارید به مدت چند ثانیه. بکلایت روشن میشه، این نوری که پشت صفحه هستش که باعث میشه یه موقعی شاید نور نباشه بتونید شما مقدار اندازه‌گیری شده خودتون رو ببینید که به من اعتماد کنید واقعا کاربردیه. اما میخوایم بریم سراغ دکمه بعدی. دکمه ریل یا چراغ قوه هستش. چراغ قوه یه چراغی که پشتش تهویه شده و اگه شما نگهش دارید این رو یه چراغ کوچیکی پشتشه که اینم واقعا کاربردیه، بعضی موقع واقعا آدمو نجات میده. من اینجایی که میگم کاربردیه چون خودم هم تجربهش رو داشتم که دارم میگم صرفا. و دکمه ریل یه زمانی هست شما میخواید مقدارتون رو صفر کنید، مثل ترازوهای قدیم بودن که خطا داشتن. در واقع میرفتیم سبزی فروشی جایی، طرف میامد یه کاری میکرد که دوتا کفه ترازوش در واقع توی یه حد قرار بگیره و بعد در واقع اندازه‌گیری رو شروع کنه. اوکی، دقیقاً اینجا به همون شکله. رلوکو بزنید مبناش صفر میشه، یعنی مثلا فرض کنید الان 443 دیگه، درسته؟ الان من رلو بزنم صفر میشه، تبدیل به صفر شد. اگر منفی نشون داد یعنی عدد کوچکتر از صفره یا کوچکتر از 400 خورده‌ایه و اگر مثبت نشون دادم که یعنی از صفر شروع کرده به شمردن. حالا بریم سراغ دکمه بعدی. دکمه رنج یا در واقع برد. حالا این کلمش چه معنی میده الان براتون توضیح میدم. مثلا بر فرض مثلا من دارم یه مقاومت رو اندازه‌گیری میکنم، یه مقداری داره، اوکی؟ حالا با دکمه رنج صرفا ممیز رو جابجا میکنم و به صورت در واقع تبدیل واحدهای مختلف این رو مشاهده میکنم. مثلا اینجا کیلو تبدیلش میکنم به مگا، تبدیلش میکنم به در واقع رنج های مختلف و شما میتونید در واقع رنج مولتیمترتون رو در واقع تغییر بدید. انگار تبدیلش میکنه به مولتیمتر معمولی که شاید بعضی جاها کاربردی باشه، ولی خب ماهایی که تبدیل واحد خوب یاد گرفتیم به لطف این ویدیو دیگه مشکلی از این بابت نداریم. حالا اگرم خواستید از این حالت خارج شید، یعنی از حالت دکمه رنج خارج شید، کافیه که چند ثانیه نگهش دارید و از حالت رنج خارج شید و به حالت اتوماتیک برگردید.
خب امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگه سوالی دارید یا مطلبی ابهام درش وجود داشت از قسمت کامنت سکشن استفاده کنید و به من اطلاع بدید. واسه 2 تا ویدیویی که در مورد مولتیمتر ساده و کلمپی ساختم رو هم از دست ندید، مطمئن باشید دیدن اونها هم خالی از لطف نیست. میبینمتون تا یه قسمت دیگه. فعلا بدرود.